خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه کنار شما عزیزان گل بیننده خوشگل مشکل هستیم. عزیزم ببین چی جوریان بچه‌ها، من یه دقیقه اینجا برم میام. چه خبر چیکار؟ بچه‌ها چه خبر؟ با عزیزم دوست باشید. بچه‌ها ما اومدیم با یه آهنگ جالب، یه آهنگی که تا حالا نرفتیم دقیقاً از این شخص و اسمش هم من نمیتونم درست تلفظ کنم. واقعا یکی از دوستامون هی اینو کامنت کرد، آقا اینو برید، اینو برید، اینو برید. بعد اسمش استیوپا یا آره من استیوپا ستیب کاش یکی میتونست وایس بگیره برامون بفرسته. آره. مثلا اسمش چی؟ بریم سراغ این ویدیو. رپ هم هست، اسمش هم کینگ کونگه. Let's go این الان چه زبونیه؟ تاجیکستان. پشمام رپ هم داره؟ یه بارم گوش دادیم دیگه شونمسی. آره ولی یادمش نیست. جبرتیز؟ چقدر تو فروتکی گوزونه؟ دستم رو دیگه چه داره؟ قربون انگوشته بلندت برم. خدا. خب کینگ کونگ استاپ. اوهو یه کما بو. یا خدا من که اصلا کوب کردم. استاپ. دقیقاً وحشی شروع کرد. میریزه، من فقط اینو فهمیدم، میریزه کلمات همدل. اول بگم که جنس صداش واقعا عالیه، یک گرفتگی خرکی داره توش. چه جالبه، اونجا چقدر شبیه ایرانه. دقیقاً اوه 1 2 3 چقدر ریتم جالبی داره. 1 2 3 کاش میشد بفهمم. خیلی نمیفهمم، واقعا سخته. این چه زبونیه؟ تاجیکه یا تاجیکه یا ازبک؟ وای میزنم این میره. سان آف ده سوسیس شده بچه ها. اوه خیلی جالبه. میدونی خیلی حرکات جالبی میزنه. این انگشت رو کرد تو وای سخته بفهمی. میفهمم کلماتشو ولی میدونی اون کلمات کامل نیستن که به هم وصلشون کنم. ایناست که باید یکی دوبار گوش بدیم. من رپ ایرانی هم نمیتونیم بفهمی هر موسیقی. تاجیکی گفت؟ آره نفهمیدم. اوه چی رپ تاریکی تو ورس بعدی میفهمم. این کاره رپ تاجیکه. هر چیزی که هست فکر کنم میگه من این کاره رپ تاجیکم واقعا. کینگ کونگ هم که دیگه دهنت سرویس بود. توندم میخونه، خیلی فست خوب میخونه. آفرین رپر قویه.
آه سمانه ما جوانه ما اما مثل بهیمه وای واقعا عالی فهمیدم گفت رپرا واقعا عالیه خیلی خفنه خیلی خوب داره میره با اینکه نمیفهمم ولی دارم باش فاز میگیرم دیدی فلو رو چطوری عوض کرد؟ بعد میدونی خیلی اصلا کلمه خشداری یه چیزی به گوشم نمیخوره. آره. خوبه تمیزه وقتی یه جا باگ بده میفهمی ولی خب با باگ نده. با این بدی از قصد صداش اینجوری میکنه یا صداش اینجوری هست؟ اگه قصد میکنه گلوش از بین میره. همین که ایده بود. خب به خاطر اینم هست که خورده کیفیتش پایینه مثلا به خاطر اینم هست که مثلا صدا رو واضح تر نداریم که متوجه بشیم. دقیقا اینم هست. واقعا گنگش بالاست. آره. یعنی این جزو فکر کنم برترین های رپرهای مثلا تاجیکی باشه. خیلی خفنه. شون امسی بود دیگه اون یکی رپری که رفتیم اون که به نظرم این بهتر از اون بوده این رپرتر بود. آره چه جاله چقدر آشناست اینجاش. استریت استارز کینگ کونگ ستاره های خیابونی. چه باحال. دوربینه چرا خراب کردی؟ کثیف شد باید تمیز. عالی بود واقعا ما لذت بردیم. عالی بود واقعا ما لذت بردیم. خیلی جالب بود. حتما ویدیوهای دیگه هم ازش میذاریم واقعا بریم ببینیم آره. که چی میگه. حالا اینو خیلی هم فست بود هم کیفیتش واقعا اونجوری نبود که بفهمی و اینکه متاسفانه هدفون هم در دسترسمون نداریم که بریم توش. آره هدفون من خراب شده دروغ مگم عزیزم من به خاطر همدردی با من هدفون نمیذاره. آره میتونی تو هدفون بذاری نه دیگه نمیشه ولی واقعا فلوش خیلی خوب بود. خیلی. بعد جنس صداش عالی بود و اینکه گنگم بود دیگه خدایی گنگم بود ولی خب یه خود کوچولو بود از این ریزه های آره. تخس بود. خب خیلی ممنونیم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید و اینکه لایک میکنید سابسکرایب میکنید به دوستاتون معرفی میکنید. خیلی دوستتون داریم. برای ویدیوهای آینده لحظه شماری میکنیم و قراره که کلی سر بزنیم به فرهنگ تاجیکستان و پارسی زبانان و موزیک های جالب. هر چیزی که جالبه و فکر میکنید ما خوشمون میاد و حتما اون زیر کامنت کنید. خیلی دوستتون داریم. فعلا خدافظ.